حدود 65 صاحبکار دکاندار در خیابان رودکی موظف شدند که تا 3 روز بعدی دکانها را خالی کنند. اکثر آن صاحبکاران در خیابان مرکزی دوشنبه به فروش کتاب، مال و محصولات هنرهای مردمی، محصولات چاپی و فرهنگی مشغولند. این رفهای کتاب بودند که تا 2 روز قبل اینجا پر کتاب بود و اما حال حاضر در این خلطه ها کتاب ها جا داده شدند و این مغازه اصلا فروش کتاب های بدیهی، فرهنگی و تاریخی هستند. تاجران میگویند مهلتی به آنها داده صاحبکاری که دکانهای اجارهشان را در مزایده از حکومت شهر دوشنبه خریده است و از او تاج‌الدین شریپوف نام برده می شود خیلی کوتاه و برای انتقال محصولات تجارتی و دستگاه‌هایشان تقریبا ناممکن است. این در 3 روز مهلت کوتاه گپ راستش نمیدونم، مجبور مگرم این بورا را خونه بریم. این سال آخه سال سیاحی، سال هنرمندا بود. به گفته منابع آگاه، از مزایده برگزار شده صاحبکار انفرادی ساختمان دکان‌های در این بینای نو استقامتی بنیاد شده را به قیمت 30 میلیون سامان خریده است. نه اولش تا گفتن که آرنده خودمون انیق میکنیم، شما نمیخرین گفتن. بعد با پگاش تا گفتن که پگاه آرنده شما انیق میکنیم گفتن، بعد گفتن که جواب 3 روز. اجاره این دکان‌ها را حکومت شهر دوشنبه برای هر متر مربع در سال 2013 47 سامانی مقرر کرده بود. به خاطر پشتیبانی از فرهنگ کتابخوانی، رشد هنرهای مردمی و جلب سیاحان، قیمت اجاره دکان‌ها برای تاجران تاکنون از 47 سامانی بالا برده نشده است. آرنده‌شون دسترس کار کرده میتونیم، بسیار نرخ‌های بهترین همه اینجا خواهش دارن که نکوچونن، مثلا همه خواهش دارن. تاجران میگویند آنها تا پایان سال جاری برای اجاره این دکان‌ها قرارداد دارند. آنها از رئیس حکومت شهر رستم امامعلی خواهش دارند برای بازبینی این مسئله مساعدت کند. به قبل صاحبکاران، آنها طی 5 سال در اینجا هستند و حدود 200 نفر صاحب نان و جای کار است. گذشته از این در این بنا تئاتر هنری مسکوی آینه، 2 چاپخانه، دفتر مرکزی رشد انسان و 10 صورتگیرخانه و دکانچه های فروش کتاب و مواد کنسلیری برای مکتبچه‌ها فعالیت می کند. میرزا نبی خالقزاد، برای رادیو صوفی، رادیو آزادی، دوشنبه.